ارزش گاز در اروپا هفته پیش به حد بلندترین خود رسید. از ماه اکتبر سال 2023 به این سو نرخ به این حد بالا نرفته بود. این تغییرات در پی تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش صورت گرفت. روز 1 ژانویه سازشنامه برای انتقال گاز پایان یافت و این به معنای آن است که مسکو در یک سال 5 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. اوکراین هم که سالانه از حساب ترانزیت گاز 800 میلیون دلار درآمد داشت ضرر می‌بیند. به اندیشه تحلیلگران این تصمیم به اروپا تأثیری زیاد نخواهد داشت. برای این همه چی آماده بود. حالا البته این تا جای برنده و بازنده خواهد داشت. برخی از کشورها وابستگی بیشتر دارند. اسلواکیا، ونگریا، مثلا افسر صاحب گاز فراوان خواهد شد. فقط آنها باید پول بیشتر بپردازند، کاری که دیگران همیشه میکردند. ماه پیش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اعلام داشت که تا وقت نیروهای روسیه در خاک اوکراین جنگ را ادامه می‌دهند، وی به مسکو امکان به دست آوردن میلیاردهای علاوگی را نخواهد داد. سروزیر اسلواکیا روبرت فیتسو با پرزیدنت روسیه نزدیک است. آنها ماه پیش در مسکو ملاقات داشتند. فیتسو ضد پشتیبانی غرب از کیف است. بعد قطع انتقال گاز اوکراین وی اتحاد اروپا را به آن متهم کرد که منافع کشورهای خرد عضو خود را قربانی هدفهای به گفته وی بی معنای ژئوپلیتیکی میکند. این برای همه ما به اتحاد اروپا عاقبت‌های جدی خواهد داشت، نه برای روسیه. این در حالی است که اتحاد اروپا با افزایش واردات گاز مایع از امریکا توانست وابستگی خود را از گاز روسیه کاهش دهد. گاز وارداتی از روسیه سال 2024 همگی 5% حجم عمومی گاز انتقال یافته به اروپا را تشکیل داده است. یک قسم آن توسط اسلواکیا به اروپای غربی می‌گذشت و سبب نگرانی فیتسو هم به گفته برخی از تحلیلگران همین است. اسلواکیا که لوله گاز از داخل آن به کشورهای دیگر می‌گذرد، از حساب حق ترانزیت قریب نیم میلیارد دلار درآمد داشت. تا زمانی حمله روسیه به اوکراین، شرکت دولتی گازپروم روسیه از بزرگترین تامین کنندگان گاز اروپا بود. به باور تحلیلگر پوتین در پاسخ اشتباه کرد. پوتین خود را ملتگرای بزرگ روس تصور می‌کند. خب، حالا این ملتگرای بزرگ یکی از تجارت‌های بزرگترین روسیه را از دست داد. راه‌های دیگر انتقال گاز به اروپا محدودند. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس به یمن و اروپا می‌گذرد، سال 2022 بسته شد. چند ماه پیش خط لوله‌ای مجرای شمالی از بالتیک به آلمان هم تخریب کرده شد. روسیه همانا می‌تواند به مجارستان، ترکیه و صربستان طریق خط لوله‌ای مجرای ترکی گاز انتقال دهد.